دوستان امروز میخوایم یه طرح دیگه از این انگشتر رو که در جلسه دوم آموزش دادم با هم کار بکنیم. یه طرحش این هست و طرح دیگرش هست این کار یه طرح دیگه از این هستش. حالا با هم اینو امروز کار میکنیم که قبلی رو هم شامل میشه. پس با هم شروع میکنیم. ابتدا یه دونه رینگ ریل ایجاد میکنیم. بعد از منوی سالی یک گوی برمی‌داریم مرکز F4 و حالا این گوی رو به سمت پایین میاریم. یک کات تو رینگر ریل اینجا انجام میدیم و حالا به سمت بالا میبریم. یک کات تو فینگر ریل هم اینجا انجام میدیم و حالا باید اری پرال کنیم به اندازه رینگ ریلمون. میایم تو منوی ترانسفر اری پولا رو میزنیم مرکز و حدوداً 20 تا میزنیم ببینیم چطور میشه. خب الان میبینیم 20 تا رو که زدیم اینجا بینشون فاصله است. پس یه کنترل زد میزنیم دوباره اینو فکر کنم که یه 25 تایی بخواد ولی خب امتحان میکنم. اینجا میزنیم به 4 25 تا. الان میریم اینجا نگاه میکنیم که بله درست شد. حالا این سمت گردش شده. میتونیم یه کار دیگه میتونیم دوباره یه دونه بیزیش رو هم ایجاد بکنیم. میایم اینجا یه دوباره از منوی سالید F4 زنیم. این بار ترانسفر اسکیل 1D از F4 رو بیشتر میکشیم که به بیزی بیشتر شباهت داشته باشه. حالا اینو میاریم پایین. در تمام مدتی که میخواین این رو حرکت بدین ببین اگه شیفت رو نگیرین این تکون میخوره، یعنی حالت صاف نداره، ولی وقتی شیفت رو میگیریم کاملا خط صاف میشه چه به سمت پایین چه به سمت طرفین. پس شیفت رو میگیریم اینو صاف میکنه. بعد یه بار دیگه اینو صاف. حالا اینو انتخاب میکنیم کات تو فینگر ریل. حالا دوباره شیفت رو میگیریم اینو میبریم بالا و دوباره کات تو فینگر ریل اینو به ما میده. حالا باید اری پولار کنیم دور رینگمون. انتخابش میکنیم اری پولار رو میزنیم F4. الان 20 تا رو میزنیم. بله درست شد. الان کاملا الان میبینی اینا اومده رو هم میتونیم کمترش کنیم. میایم اینجا یه کنترل زد میزنیم و باز انتخاب میکنیم باز F4. این بار به جای 20 تا 15 تا میدیم. الان فکر میکنم که بهتر شد. بله میبینیم که این بهتر شد. حالا باز دوباره میتونیم اینو اگر بکشیم گرد میشه. اگر به هر سمتی اینو میبینیم که همون حالت رو میگیره. حالا میخوایم که
از منوی این سبز رو انتخاب میکنیم و یه کپی ازش میگیریم و همینجا رنگش رو عوض میکنیم. حالا قرمز رو انتخاب میکنیم. از یک ابزاری داریم به نام میرور که میزنیم باز مینویسه که از کجا. ما میزنیم F4 و همونو برای ما یه دونه الان شد اینطوری، همون انگشتری که بهتون نشون دادم. حالا ما یه دونه مدلش رو داریم که اینا الان در موازات هم هست تمامشون. میخوایم یه ذره حالت زبدری بیفته. چیکار میکنیم؟ میایم منوی looking down و قرمزا رو منوی بذارید اینجا. اینو از این حالت خارجش میکنیم. خب توی منوی ترو فینگر ما قرمزا رو انتخاب میکنیم و از ابزار روتیت میگه که از کجا، باز میگیم از F4. اینو میارم اینجا و اینو در وسط این قرار میدیم و حالا میبینیم که اینا صورت، حالا به نظرم که باید یه مقداری اینها به هم نزدیکتر بشه که داخل هم فرو بره. برای داخلتر میکنیم، نزدیکتر میکنیم که فرمتش بهتر دیده بشه. ببینین الان دقیقاً یه دونه دقیقاً درست شد. همین حالا باید رندرش رو بگیریم. باز طبق معمول صفحه زیر کارمون رو مشخص میکنیم. الان رنگش رو میدیم مثلا قرمز. بعد قرمزا رو میگیم که سیلور باشه و سبز رو میگیم که روز گلد باشه. رندرمون رو سایزش رو مشخص میکنیم و شروع میکنه رندر گرفتن. الان باز دوباره همون اتفاق دفعه پیش تو جلسه پیش افتاد. دوباره باید یه بار دیگه انتخاب میکنیم اینجا رو که سیلور باشه و باز رندر میگیریم. حالا میبینیم که باز اینجا زمینه رو برای ما، زمینه طلا رو ما میایم اینجا دوباره زمینه رو اول انتخاب میکنیم و میزنیم دوباره رندر. بله درست، این بار درست برای ما رندر کرد. حالا میخوایم که یه کار دیگه ای هم بکنیم. ازش یه کپی میگیریم و دوباره از این یه کپی میگیریم اینور. حالا
این دوتا رو آبیش میکنیم برای اینکه بخوایم خب ببینید دوستان یه نکته خیلی مهم بهتون بگم. شما اگر از سمت راست این چیزی رو بخواین شکلی رو بخواین انتخاب کنید، ببینید دوتا رو با هم میگیره یا سه تا رو با هم میگیره. ولی اگر از سمت چپ این کار رو بکنه، حتی اگه داخل اون بغلی هم بره باز، ولی فقط همونو میگیره. الان ما اینو هیچیش میکنیم. خیلی خوب.